مسئله ای که من الان یه خورده روش فکر کردم و توجه بهش پیدا کردم این است که اصفهان و اصفهانی ها از نظر هوش و ذکاوت انقدر سطح بالایی دارن که شهردار خودشون رو کسی رو انتخاب میکنن که در کار علمی و خدمت به جوانها و تعلیم و تربیت جوانها برای آینده تجربه زیادی داشته و بین تمام ملت اصفهان میگن نخیر، ما از شهردار آقای دکتر سقاییان خواهش میکنیم که بیان این پست قبول کنیم. من به ندرت در دنیا دیدم که رؤسای دانشگاه رو بیان شهردار اون شهر بکنن. من به شما همگی تبریک میگم که استاد یک دانشگاه، رئیسی دانشگاه که با تمام استادان سر و کار داره و تمام رشته ها رو تسلط داره، زحمت شهرداری یک شهر رو قبول میکنه. من واقعا برای من خیلی مسئله حیاتی برای آینده. منم به شما تبریک میگم که شما این پست رو قبول کردید که مسلماً کار ساده ای نیستش، کاری است که باید تمام تجربیات. مطمئنم هستم که شما برای علم و دانش این شهر زحمت خواهید کشید، چون قدرت این استان، آینده این استان روی اساس علم و دانش فرد افرادی هستن که مسئولیت به عهده میگیرن.